شما می خواهید که دعوت بکنید و باز زیبا زندگی بکنید. شما می خواهید که تعلیم بدهید و کتیج داشته باشید، جیب داشته باشید، میلیون ها داشته باشید، مرید ها داشته باشید، چگونه ای که صوفی ها و رافضه ها و این مرجئه های خوب سا دارند. اگر حق را می خواهید جمع نمی شود. حق با جیب، حق با کتیج، حق با میلیون ها دلار جمع نمی شود. حق با ابتلا در یک جا جمع می شود. حق را می گویی، دین را می رسانی، بسری تو ابتلا از جانب الله می آید که تو را می سنجد و درجه تو را بالا می برد و آخرت تو را بزرگ می کند و تو را در روزی شرمنده بودنی